پلیسیم خپل د خلکو خدمتگاریم زما سرد صدقه لوطنه. این محفل فراغت افسرانی است که به تازگی تحصیلاتشان را در اکادمی پلیس به اتمام رسانیده اند. تاج محمد جاهد وزیر امور داخله گفت این افسران که تعدادشان به بیش از 488 تن می رسد پس از فراغت از صنف 12 4 سال پیش با سپری کردن امتحان کانکور به اکادمی پلیس راه یافتند و افزود فرزندان کشور با سپری نمودن 4 سال دوره تحصیلی خود در اکادمی پلیس افغانستان با تلاش‌های فراوان و زحمت‌های زیاد خواندن درس شب و روزی که توانستند که امروز ما شاهد فراغتشان باشیم و این دوره خود با موفقیت سپری کنند. این امنیتی با استفاده از این فرصت آمادگی‌های آمتان به خود می‌گیرند. وی خطاب به افسران تازه فارغ شده گفت که مردم افغانستان امید دارند تا پلیس ملی کشور از جان، مال و وطنشان با صداقت کامل و بدون هر نوع تبعیض دفاع کنند. وزیر امور داخله افزود که نیروهای پلیس ملی در کنار نیروهای اردوی ملی در تامین امنیت سرحدات کشور و مبارزه با تروریستان درگیر جنگ هستند. وی به مردم اطمینان داد که نیروهای دفاعی به خصوص پلیس آنچه در توان دارد از هیچ نوع فداکاری برای خدمت دریغ نخواهند کرد. در این حال یکی از افسران تازه فارغ شده از کمی و کاستی ها در اکادمی پلیس حرف میزند. شرایط حیاتیمان هنوز که هنوز است چون دانش آموزان 50 سال قبل می باشد، زیرا به شکل کتلوی زندگی می نماییم، آموزش هایمان بومی به جلو می رود، زیرا اساتیدمان ارتقای ظرفیت نمی بینند و دسترسی به تکنولوژی جدید در این نهاد توأم از با مشکلات و فرود و فرازها. اما تاج محمد جاهد وزیر امور داخلی افغانستان اطمینان داد که تقویت و انکشاف نهادهای تعلیمی و تحصیلی به خصوص اکادمی نظامی در اولویت کار این وزارت قرار دارد و در زمینه با جدیت تلاش خواهد شد.